سالها پیش یه مرد ایتالیایی ثروتمند عاشق ماشین بود، اما نه هر ماشینی، فقط فراری. اون یه تراکتورساز موفقم بود با یه فراری شخصی، اما یه روز تصمیم گرفت به انزو فراری بگه ماشینات یه مشکل دارن، کلاششون اصلا خوب کار نمیکنه. انزو فراری نیشخند زد و با تحقیر گفت برو سر تراکتورات، ماشین تو بسپار به حرفه‌ای‌ها، این کار تو نیست. و همین کافی بود. همون لحظه بود که فرچیو لامبورگینی تصمیم گرفت انتقام بگیره، اما نه با یک دعوا، با ساخت یک برند برای رقابت با اون. سال 1964 اولین لامبورگینی ساخته شد، 350 GT، و خیلی زود کل صنعت خودروسازی دنیا لرزید. لامبو فقط یک ماشین نبود، این یه سیری مستقیم به صورت فراری بود با صدای موتور گاو وحشی، و از دل یه تخییر ساده افسانه ای ساخته شد که هنوز هم خیابون‌ها رو به آتش میکشه. لامبورگینی انتقامی بود که تاریخ رو عوض کرد.